سلام بچه‌ها، چطورین؟ یه ولاگ دیگه از من خوش اومدین. قراره بریم باغ و کلی خوش بگذرونیم. بزن بریم. بچه‌ها ما همین الان رسیدیم، بریم که ویلا رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها اینم نمای باغه که ما امشب رزروش کردیم و اومدیم. حالا داخلش هم بهتون نشون میدم. امشب هم میخوایم توی این آلاچیق خوشگل بشینیم و خوش بگذرونیم. اینم یه نمای دیگه از باغ. بریم که داخلم بهتون نشون بدم. اینم از هندونه ما قرار خورده بشه. امشب بریم که داخلم بهتون نشون بدم. اینم داخل ویلا. بریم که همه جای ویلا رو بهتون نشون بدم. 2 اتاق است. این یکی از اتاقا، این هم یکی دیگه از اتاقا که سرویس بهداشتی داخل هر اتاق داره. که استخرم ببینیم. به به به، اینم از استخر که الان فقط جون میده برای آبتنی. خیلی هم توش گرمه. بچه هم ماشینا رو آوردن داخل، پارکشون کردن. حامدم که اون انتها وایساده با ساواش. خانواده در حال بازی کردن، هنوز نرسیده به باغ. Let's go. بچه‌ها من توی همه ی حالت ساواش دستمه. میریم باید تولید محتوا کنیم. بساط شام آماده کردن، بریم که ببینیم چیکار میکنه. بچه شام آماده شده؟ توی چه مرحله ایه؟ سیخ و پخت. از شام ما که در حال آماده شدنه. به به. بچه های ما خیلی بهداشتی کار میکنن. دستتو نشون بده حامد. تنظیم شدیم. اینم که من توی آینه کثیف. چقدر آینه کثیفه. دستمال نبوده بکشم. مگه چیکار الان ها؟ بابا اینا هیبت تون تون دور بودین، اینا رو سوزونده. بعد عصبیم بعد بیاریم که لاینو میخوام الان که نسوخته خیلی خوبه. آره عالیه. او تازه جا داره واسه چون اینا از ناهار ماه که رفتن شل مشهدی گرفتن بچه‌ها. اصلا باید بطلبه تا بریاد. ببینم. به به. بچه‌ها در حال آبتنی هستن. ما از باغ زدیم بیرون، اومدیم یه سر تا باغ وحش. حالا از اونجا براتون فیلم میگیرم و میذارم که شما هم ببینید. اونجا مار نشون میدن، داریم میریم مارا رو ببینیم. پسرم اینجا من اینجا نیمگذاری کردم. بابا بیا جلو بذار مجلس درست بشه. این چه مسلمانیه که ما نداریم؟ بیا جلو. کوچولو است. این هنوز مار نیست. حالا مادرشو ول میکنم وسط. قسم با من نداره. اینا عرصه قسم. اینجا ورودی باغ وحشه بچه‌ها. وای 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 وای. قربون صورتت برم، چقدر خوشگلی تو. دیگه چی داره؟ به به. اینا که نه دست دارم بالا میگه. چیه؟ فلامینگو؟ یا نه؟ خوشگله صورتی. فلامینگو صورتی چقدر خوشگله. این هم که بز کوهیه. چقدر گنده گرازه صورتشو. این اسمش لاماه.
سفیدشو. آی شیره سلطان جنگل باشه. چرا اینقدر بیشوری؟ چرا اینقدر گاوی؟ شیر ماده. خدا گوگولی چه ربطی داره؟ سلام گوگولی. کجا رو نگاه میکنه؟ سلام. اینو ببین بازی میکنه غذام خوش کن. اینجا نگاه کن. ظرف غذا و آبشه. ای خدا نازه. خب بریم بقیه هم ببینیم. برگام ببر سفید چقدر خوشگل ببر سفید. صورتش چقدر خوشگل ببر سفید. زوم کردم. خدا من اومدم این بر روش اونوری کرد. اوه وای راه کن. اینجا نگاه کن. افتار ایوا چقدر حیرونه. چی میخواد؟ بریم ببینیم دیگه چی میبینی. چیز داره. سالان ما رو تمساحش هم ببینیم. ماهی داره؟ ماهی پیرانا داره. ماهی؟ مار زرد و سفیده. بیا نگاه کن چند نازه. تمساح رفته زیر آب. خدا لاختوش. چقدر قشنگه. پلنگ خشک شده. وای چه خرس باحالی. مار بزرگ. تمساحه. بچه اینجوری نشستی دیگه. یه چیزی رو ندیدیم بالای این. دقیقا اینه. خوشگله. این دهنش بگونه. خوابیده. چه پوست قشنگی داره. رنگش هم قشنگه. دومش بلنده. تاریک شد دیگه. ما الان باید بریم. وقتی هوا تاریک میشه دیگه کسی حق ورود به باغ وحش رو نداره دیگه. هر کی هست باید از اینجا خارج بشه. بردمتون باغ وحش که شما بلیط ندید بریم باغ وحش. من مجانی بردم. الان هم سمت داریم میریم یه چیزی بخوریم و بعد بریم سمت خونه. بچه‌ها ما اومدیم اینجا یه چایی بخوریم، یه خستگی در کنیم، بعدم بریم شام بخوریم و راه بیافتیم بریم سمت خونه. ما اومدیم شام بخوریم. جاتون خالی. اژدر حالا بهتون نشون میدم. چون اینم از شام ما که آماده شد. ساندویچ غول پیکر. مرسی که
ولاگ منو دیدین. امیدوارم کلی لذت برده باشین. حتما منو لایک کنید و سابسکرایب چنل یادتون نشه. تا یه ولاگ دیگه، خدا نگهدار.